سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه و با یه ویدیویی که قرار داخلش بولت ژورنال شهریور ماه رو با هم دیگه درست کنیم. برای این ماه یه تم آبی در نظر گرفتم و هیچ نقاشی و اونجور چیزایی داخلش پیدا نکردم و قرار با هم دیگه با پوستر و استیکرایی که دارم و برای خودم هستن براتون درست کنم. اینجا چون قراره تم ما هم آبی در نظر بگیرم، واسه همینه که اومدم دورگیریش رو با یه خودکار نوک نمدی هم آبی انجام دادم، یعنی با راپید انجام ندادم. اینجا شروع کردم به دورگیری کردم. بعد دورگیری با یه پاک میکنم که هرچی خطای اضافی مونده بود رو از این برم. میرسیم به پیدا کردن حالا پوستر و استیکر، چون دیگه تنوعش خیلی زیاد بود نمیدونستم با کدوم رو بذارم و همشون هم جنسشون اکثرا گلاسه و کاغذ تحریر بود که گلاسه خیلی خوب میکرد. اینجا حالا یکی داشتم انتخاب میکردم، اونی هم که اونجا رو دفتر گذاشتم خیلی دوست داشتم توی این بولت ژورنال استفاده کنم، خیلی خوب بود. واسه همین دیگه اونم جزو این قرار دادم. یه دونه اینجا سینما رول رو انتخاب کرده بودم که اینو شروع کردم به برش زدن و اینکه چون دوست داشتم سفیدی باشه و شروع کردم به برش زدن که خود سینما رول رو بچسبونم اونجا. این باعث خیلی زیبایی بولت ژورنالتون میشه از این لحاظ بگم. بعد برش زدنش با کمک یه دونه چسب ماتیکی میام به پشتش میزنم و اینو میچسبونم. یه چسب ماتیکی هم به ته کشیده ولی خب داره تا بتونم استفاده کنم و قراره اینو تازه هم بخرم. توی اینجور مواقع اصلا پیشنهاد نمیکنم که بخواین از چسب دو طرفه استفاده کنید، ولی از چسب نواری که اونو اینطوری دور دستتون میپیچین و دو طرفه میشه اونطوری بهتره، از اون میشه استفاده کرد. ولی اصلا از چسب دو طرفه استفاده نکنین، خیلی بد میشه خدایی. مثلا کار باید سخته و باید براش تمرکز بذارین، اینطوری بگم. یه دونه استیکر پاکت شیر چسبوندم، یه دونه از این پوسترایی که جنسش گلاسه بود پشتش با ماتیک رنگ زدم چسبوندم، واسه همین اونم چسبوندم اونجا خیلی قشنگ شد. و با یه آبی رنگ آسمانی کم کم شروع کردم به رنگ کردنش که زیاد نوک نداشت ولی خب کار من خیلی خوب راه انداخت و اینطوری خیلی کم کم، یعنی خیلی کم رنگ، یعنی مداد رنگی خیلی فشار ندین روی ترتون، شروع کنین به رنگ کردنش که خوب در بیاد. بعد رنگ کردنش خیلی برام جالب بود که قراره اون بالا چی بچسبونم و واسه همین گفتم که یه نوشیدنی بچسبونم که صفحه خالی نمونه. میریم برای صفحه که این صفحه ایده بیشتر براتون توضیح در مورد شاپ همه که چون آنلاین شاپ دارم واسه همین می‌خواستم یه برنامه‌ریزی بکنم که مثلا چی ازم خرید میکنن، چقدر ازم خرید میکنن، چقدر برام میمونه، چقدر سود کردم، چقدر مثلا از اون پولی که سود کردم خرج کردم، بعد چی برای چاپ کردم و اینجور چیز، کلی چیز به هم ریخته است که اصلا نمیشه اینا رو ذهنی درست کرد. واسه همین گفتم که بیام اینم داخل بولت ژورنالم قرار بدم و اینکه اینطوری بشه. یه توضیح دیگه در مورد این شاپ من بدم که بچه‌ها از مهر ماه به بعد سفارشتون تقسیم بندی میشه، یعنی مثلا یکی امروز سفارش مثلا بده من براش چاپ میکنم دیگه فردا نمیفرستم، یه زمانی رو تعیین میکنم توی اون زمان میفرستم، ولی فعلا شما مهلت دارین که توی شهریور ماه مثلا سفارش انجام بدین، فرداش من میبرم پست، چون دیگه دوران مدرسه دیگه باید یه برنامه‌ریزی هم بکنم. اینجا صفحه مودم بود، واسه همین اینو انگلیسی نوشته بودم چون مود انگلیسیش خیلی قشنگ میشه. واسه همین یه دونه چیزم چسبوندم استیکر، اونجا اون آبیه گیر کرده بود و بیرون نمیومد، درگیر بودم باش. حالا در مورد شما من منظورم همین بود. میتونین توی فقط این ماه ثبت سفارش انجام بدین و یه سورپرایز خیلی خفنی هم براتون دارم و قراره حالا بهتون میگم، آماده باشین. و یه ویدیو میگیرم که فقط قراره در مورد اون سورپرایز باهاتون صحبت کنم که بازم میگم اونم فقط میتونید توی این ماه سفارش بدین و براتون ارسال بشه. و شاید این ویدیویی که سورپرایزرم بهتون تا 2-3 روز دیگه اعلام میکنم و ویدیوشو میذارم براتون که از چه قراره این سورپرایز. گفتم آره دیگه از مهر ماه به بعد تا حالا عید من همینطوری درگیرم و باید یه زمانی رو براتون تعیین کنم و اون موقع بسته‌تون رو به پست تحویل بدم، ولی این شهریور ماه میتونیم از اون بعد یه ماه عیده، بعدش کلا میرسیم به بازم همون تقسیم بندی دیگه، تابستون آزاد میشیم
ولی نه زیاد آزاد، ولی خب یه ذره آزادانه میتونم براتون بفرستم. اینجا هم اینا رو به 31 قسمت تقسیم کردم. یه بازم اضافه در آوردم از شانسمانه دیگه، چون دیروز برای من 31 بود اونو رنگ کردم جز این یکی. مثلا هر چون اون یکی مو کلا رنگ کردم کردم. اینجا هم یه چند تا دایره میکشم که مود اون روزم که چه رنگی و چطوری بوده رو بزنم. از هر رنگ استفاده میکنم اینطوری، یه دونه آبی کم رنگ و اینجا مودا رو مینویسم. و هیچ وقت از ما درخواست نکنین که بخوایم براتون هرچی بولت ژورنال درست کردیم و بهتون نشون بدیم، چون واقعا خیلی سخت و زیاده و من اصلا حوصله نمیشه. خیلی تو کامنت ها میان میگن، واسه همین گفتم یادآوری کنم. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.